سلام. پیش از هر چیز خیلی ممنونم که قراره چند دقیقه وقتتون رو برای شنیدن حرفای من بذارید. امروز میخوام در رابطه با بادی ریکامپوزیشن حرف بزنم، اما پیش از اون شما اول باید متوجه باشید که بادی کامپوزیشن چیه. ببینید، بادی کامپوزیشن یعنی ترکیب بدنی. حالا دستگاه‌هایی هست برای اندازه‌گیری این موضوع که با کمک این دستگاه‌ها در واقع افراد متوجه میشن که هر بخش از بدنشون، یعنی قابلیت بخش بندی هم داره، هر بخشی از بدنشون رو چقدر عضله تشکیل میده، چقدر چربی تشکیل میده، چقدر آب تشکیل میده، یا بافت استخوانیش چقدره، و به این ترتیب میتونن متوجه ترکیب بدنی خودشون بشن. اما بادی ریکامپوزیشن چیه؟ ببینید، بادی ریکامپوزیشن شاید در وهله اول فرض رو بر این بگیرید که ارتباطی با بادی کامپوزیشن داره، اما نه، اینطور نیست واقعا. بادی ریکامپوزیشن یک اصطلاحیه برای اینکه شما در یک دوره خاص، در یک زمان خاص، به صورت همزمان چربی خودتون رو کم کنید و عضلات خودتون رو بیشتر بکنید. خب در وهله اول این کار غیر ممکن به نظر میاد. چرا؟ چون شما برای چربی سوزی در نقصان کالری باید باشید، یعنی کالری دریافتید باید کمتر از چیزی باشه که نیاز دارید، و برای افزایش عضله باید کالری مصرفید مازاد چیزی باشه که در حالت عادی بهش احتیاج داری. پس چطور میشه این کار رو انجام داد؟ اصلا این انقدر غیر ممکنه که خیلی از همچین تعبیری استفاده میکنن و میگن که اگر ما دو تا جاده داشته باشیم که یکی غرب به شرق باشه، یکی شرق به غرب باشه، چربی سوزی جاده غرب به شرقه و عضله سازی جاده شرق به غربه و شما همزمان نمیتونی این مسیر رو بری و اگه اهداف ورزشی داری اول با یکیش رو به اتمام برسونی، بعد اون یکی. حالا اینکه اول کدوم باشه باز بحث مفصلیه که اگه مورد علاقتون بود حتما راجبش صحبت میکنیم. اینکه اول چربی سوزی کنیم بعد عضله سازی، یا اول عضله سازی کنیم و بعد چربی سوزی. اما به هر حال الان در حوصله بحث ما نیستش. ببینید، میخوایم ببینیم که چطوری همچین اتفاقی میتونه بیفته. من گفتم که همچین اتفاقی در استوری اینستاگرام غیر ممکنه مگر 3 تا استثنا. استثناها چی بودن؟ 1. افراد تمرین کرده، یعنی ورزشکاران حرفه‌ای که مدتی از تمرین دور بودن. این افراد اگر برگردن همچین چیزی براشون ممکنه. 2. افراد مبتدی که تا به حال ورزش نکردن، یعنی اولین باره که میخوان شروع بکنن به تمرین کردن. و 3. دوپینگ. از سومی شروع میکنیم به بررسی کردن. دوپینگ که در ورزش‌های بدنسازی، حالا الان منظورمون اختصاصاً داروهای استروئیدی هستش. ببینید، وقتی دوپینگ یا داروهای هورمونی و استروئیدی وارد بدن ما میشن به عنوان یک مداخله‌گر، تمامی الگوهایی که من تا الان به شما آموزش دادم رو جابجا میکنه. یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه ترتیب‌ها، گزاره‌ها، جملاتی که گفتم، چه می‌دونم رژیم حتما باید اینجوری باشه چربی بسوزه، رژیم باید اونجوری باشه عضله ساخته بشه، همه اینا ملغاست. عامل دوپینگ خیلی قویه و فقط پیشنهاد میشه به ورزشکارای حرفه‌ای که میخوان مسابقه بدن. متاسفانه آمار هست که 80% افرادی که دارن داروهای استروئیدی رو مصرف میکنن اصلا قصد مسابقه ندارن، و وقتی شما قصد مسابقه نداشته باشی به هیچ وجه لازم نیست این میزان از آسیب و التهاب رو وارد بدن خودت بکنی به هوای اینکه بدنت برسه به مرحله‌ای که بدون دوپینگ هم میتونه برسه، یعنی به راحتی میتونه برسه به اون بدن بسیار زیبای لب ساحلی که شما انتظار دارید. بنابراین این رو ما میذاریم کنار، چون نه من آموزشگر ورزش حرفه‌ای هستم و نخواهم بود و انتظار دارم مخاطبانم هم همچین افرادی نباشن. به هر ترتیب میریم سراغ مورد دوم. مورد دوم کیا بودن؟ افراد مبتدی که تا به حال تمرین نکردن و الان وارد باشگاه شدن. نکته‌ای که این افراد باید رعایت بکنن یک چیزه: تغذیه. تغذیه باید چطور باشه؟ ببینید، اگر اینها در نقصان کالری قرار بگیرن، یعنی کالری مصرفیشون کمتر از چیزی باشه که بدنشون احتیاج داره، نمیتونن این همزمانی عضله سازی و چربی سوزی رو تجربه بکنن. بنابراین کالری اینها باید در مینتیننس باشه. مینتیننس کجاست؟ جایی که دقیقاً به اندازه مورد نیاز بدن شما. از کجا بفهمیم اندازه دقیق مورد نیاز بدن من چقدره؟ ببینید، خیلی سطحی، جنرال، عمومی، برای اینکه فقط یه خورده قلقلک بدید ته دلتون رو که یه حساب کتابی دارید میکنید، میتونید برید سایت TDEE کلکیولیتور، یعنی TDEE مخفف توتال دیلی انرژی اکسپندیچر هستش، میزان کل انرژی، هزینه مصرفی انرژی روزانه شما. اونجا یه سری اطلاعات ازتون میخواد، وارد میکنید و بعد کلکیولیت رو بزنید، براتون
محاسبه میکنه. اون مینتیننس رو شما باید بگیرید و بعد تمرینات ورزشی انجام بدید. خود اون رژیم ملاحظاتی داره در تقسیم بندی درشت مغذی‌ها و این اتفاق احتمال افتادنش در شما وجود داره. دسته اول افراد تمرین کرده‌ای که مدت‌ها از تمرین دور بودن. اینها در واقع بازگشت سریع عضلات و امکان همزمانی رشد عضله و چربی سوزی رو مدیون سلول‌های ماهواره‌ای خودشون هستن. سلول‌های ماهواره‌ای یکی از کارهایی که انجام میدن و یکی از مفاهیمی که در واقع در بدن ما ایجاد میکنن همون مفهوم ماسل مموری هستش یا حافظه عضله. این افراد عضلاتشون یادشون مونده که چی بودن و چقدر قوی بودن. درسته که الان ضعیفن و اینها به محض اینکه تمرین رو شروع بکنن عضلات شروع میکنن با سرعت بسیار بیشتری نسبت به قبل حجم و قدرت قبلیشون رو بازیابی کردن. نکته‌ای که این افراد باید دقت بکنن برای اینکه چربی سوزی و عضله سازی همزمان رو در واقع تجربه بکنن اینه که رژیمشون حتما حداقل باید بین 1.8 تا 2.2 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدنشون پروتئین داشته باشه تا بتونن این همزمانی رو برای خودشون رقم بزنن. از طرفی بهتر تمریناتی رو انتخاب بکنن بعد از اون 1-2 ماهی که حالا توصیه اینه که تمرینات دایره‌ای بزنن تا بازتوانی قدرت باشه، تمریناتشون رو سریعتر سوق بدن به سمتی که تعدادهای کمتر با آر‌ام‌های بالا با وزنهای سنگین اینها رو بزنن تا قدرت و عضلاتشون در واقع سریعتر بازتوانی بشه و بتونن از این همزمانی چربی سوزی و عضله سازی لذت ببرن. جز این سه گروهی که خدمتتون عرض کردم هر جایی شنیدید در رابطه با هر فردی که عضله سازی و چربی سوزی همزمان ممکن اتفاق بیفته میتونید که به درستی و راستی گفتار او تردید بکنید و خیلی باور نکنید حرفش رو. اما به هر حال این سه گروه میتونن از این مزیت استفاده بکنن و در واقع یک تشویقی هم براشون هست که سریعتر برگردن دوباره به تمریناتشون یا تمریناتشون رو شروع بکنن. ممنون از توجهتون. ارادت.